با سلامی دوباره بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگاده هست. من عبدالله اشرف سرخط موضوعهایی که امروز در برنامه اخبار آزادی خواهم داشت به سمع شما میرسانم. سبکروی تویوتا به تنگیم برخورد و دو مسافری تنگیم به دریا افتادند. شب روز 1 دکبر در شهر خوروغ ولایت بدخشان ماشین تویوتا رف4 و تنگیم مسافربر به هم برخوردند که در نتیجه دو مسافری تنگیم به دریا افتادند. جسد یکی از فوتیدگان از آب بیرون برآورده شد و جستجوی نفر دوم که یک زن حامله بوده است هنوز ادامه دارد. در سر چنبرک ماشین ها کیها می نشستند و کیها قربانی این صدمه شدند؟ منتظر باشید، در نشر مفصلی برنامه اخبار آزادی در این باره برایتان خواهم گفت. بیننده ارجمند، همچنان گزارش داریم در مورد قاچاق انسان که امروز در یک نشست در شهر دوشنبه بررسی می شود. همکاران ما در این نشست حضور دارند و یک گزارش پرمحتوای از آن برایتان تقدیم خواهند کرد. و خبر دیگر داریم از گرجستان. مخالفین حکومت گرجستان نتیجه انتخابات را قبول ندارند و اعتراضهای عمومی برپا کردند. اعتراضگران طلب دارند که در گرجستان انتخابات پیش از مهلت پارلمانی برگزار شده قانون انتخابات تغییر داده شود. در انتخابات پرزیدنتی چند پیش گرجستان سلام زورابشویلی از حزب آرزوی گرجی پیروز شد. تفصیلات انتخابات گرجستان و اعتراض مخالفان را در برنامه اخبار آزادی خواهم داشت. شروع از نوروز سال روان نظام ویزا میانی تاجیکستان و ازبکستان برهم داده شد و روابط آزادی ساکنان و خصوصا تجارت میان دو کشور اوج گرفت. حتی در منطقه های نزد مرزی رسته های فروش محصولات از دو جانب به وجود آمدند. مقامات در ناحیه اسفره ولایت سوخت برای تاجران ازبک مخصوص بازار را با نام نوبهار تأسیس دادند که تاجران ازبک در رسته های آن مالهای خود را به فروش می‌برآوردند. اما سودا در این بازار دیر دوام نکرد و همگی پس از 3 ماه تاجران ازبک آن را ترک کردند. چرا؟ منتظر باشید، در نشر مفصلی برنامه اخبار در این باره برایتان خواهم گفت. سپس درباره قصه ناپدید شوی و بعداً یافت شدن یک انگشترین تیلوی صحبت میکنیم که بالاخره نصیب یک عروسی بریتانیایی می شود. این انگشترین از دست داماد به عروس سپس به شبکه آب و کاریزی شهر نیویورک افتاده از آنجا به دست پلیس گذشت و احتمالاً به نزدیکی ماموران پلیس آن را به صاحبش برگردانند. بیننده ارجمند منتظر باشید، این قصه جالب را با تفصیلاتش در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت. همچنان گزارش دیگری داریم از ولایت ختلان. در شهر کولابی تاجیکستان یک گروه جوانان معیوب که با عربچه راه میروند دسته والیبال و بسکتبال تأسیس دادند. بازیگران این دسته همگی با عربچه های مخصوص ورزشی در میدان قوه آزمایی میکنند. همکارمان در شهر کولاب محمود جان رحمتزاده بازی این دسته را از نزدیک مشاهده کرد و نوار هم برداشت. منتظر باشید، در نشر مفصلی برنامه اخبار آزادی از قوه آزمایی زیبای این دسته برایتان گزارش نمایش خواهم داد. و بیننده ارجمند، این لحظه یک خبر تجلیه رسید به دست ما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سرداران ریاست‌های امور داخلی 23 شهر و ناحیه را در تاجیکستان عوض کرد. چند لحظه پیش ریاست مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره خبر داد. جزئیات این تغییرات کادری را در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت. و بینندگان ارجمند، در برنامه همچنان خبر و گزارش‌های دیگری جالب هم داریم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی که در فیسبوک و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب مستقیما پخش می شود همراهی کنید.